مگر این که برو در قبرستان داخل شو، تک تک اون قبرها را نظر بکن، کو همونهایی که در قبرها خواب حضرت شیخ سعدی میگه چرا غم میخوری از بحر مردن، مگر آنان که غم خوردن نمردن. برو بر کنج قبرستان نظر کن، ببین که مردگان با خود چی بردن. انسانهای پیش از ما بودن، اونها هم دنیا را دوست می داشتند، حیاتی بسیار آسوده داشتند، زن و فرزند داشتند، مال و اموال زیاد داشتند، خیلی دواده برای جوناشو کردند. آیا نمردن؟ مردن اونها. وقتی که اونها مردن، پس تو چی غم میخوری؟ این مرگ بالای هر یک انسان فرض ای جانب الله. این مردن خودش یک علم غیبی هست که هیچ کس نمیدونه که کدام لحظه ملک الموت به سراغ اون شخص می آید. به همین خاطر شیخ سعدی میگه اینقدر غم نخور برای مردن، مگر این که برو در قبرستان داخل شو، تک تک اون قبرها را نظر بکن، کو همونهایی که در قبرها خوابیدن امروز با خود چی بردن؟ پول بردن، ماشین بردن، فرزند بردن، دلار بردن، چی بردن؟ فقط عمل صالح. ای مردم، این صندوق عمل است. وقتی که پیک اجل به سراغ قبض روحت می آید، اون وقت هوشت به سرت میزنه الکی دیر شده است. همه کارات نیم کاله هستند. قسم به خدا یک فرزندت که در راه دور است که امر دیده نمیتونی، یک همسایه که قدید قهری کردگی خواستاری هستی قطعا آشتی کنم که آشتی کرده نمیتونی. یک بار دیگه من مهلت بتیا برم در پیش پای همون همسایه خدمت پرتام زاری کنم که گناهیم نببخش، دیگه فرصتت نمیتیا. و همین خاطر شیخ سعدی میگه که شما وقتی که قبرها را نظر کرده، یک بار ببینه که مرده ها با خود چی بردن. فقط شبخیزی، طاعت، عبادت و بندگی و خیر و سخاوتی که در دنیا به دست خود کردیم، همون را ما میبریم، دیگه برای ما یگان چیز باقی نمیمونه. ای مردم، بیای هوشیار شیم. عمر این کوتاه، عمر این دنیا و الله قسم به خدا بسیار کوتاه است، بسیار کوتاه است. الکی ببین که به چی مرحله ها اومدیم، از دنیا هیچی ندیدیم، فقط این همین حالت دیده ایستیم که اکی حاجی بلجان از دنیا گذشته است و از مردن خودمو بی تشویشیم. پیکی اجل یکایک ز این گله میبرد، این گله را ببین چه آسوده میچرد. مولوی میگه پیکی اجل انا همون ملک الموت که یک تا عیبین ما مردم برده ایسا هست، ما حالی بی تشویش در پی خورد و خوراک زندگی دنیا هستیم، نه که یک روز به ناچار نوبت ما میره.